ایرانیان روز تلاقی نام ماه با اسم روز رو جشن گرفتند. امرداد اسم پنجمین ماه سال و هفتمین روز از هر ماه شمسیه که به نام امشاسپند بانو امرداد نامگذاری شده. معنی نام اون بیمرگی و جاودانگیه و به سبب اون زندگی در جهان جریان داره. در عالم روحانی نماینده بقای اهورامزدا و در عالم مادی کار این ایزد نگهبان حفظ گیتی، نگهداری از چهارپایان و نگهداری از غذاها و داروهایی که منشأ گیاهی دارند. درباره آداب این روز اومده که روزی خوشیمنه جهت اقدام به همه کارها، به ویژه کاشت درخت و کشت و ورز و حاجت خواستن از پادشاه. مرداد با خرداد همراه شده و این دو همبستگی معنوی در ادبیات زرتشتی دارند و هر دو نماینده کمال و جاودانگی اهورامزدا هستند.